به نام خدا در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه بهونه. خب برای ساخت اشکنه چهاردست اول باید روغن بریزیم داخل ظرفمون و در خدمت شما هستیم. با این مخلوط عزیزان شما می توانید یک اشکنه چهاردست بسیار خوب داشته باشید. بعد از اینکه روغن زیر شعله رو یکم تنظیم میکنیم. بعد از اینکه روغن سرخ شد با این پیاز و خلاصه اشکنه چهاردست خب پیاز رو قاطی کردیم و با روغن سرخ بشه و بعد مقداری نمک و زردچوبه باید قاطی بشه و مقداری هم گل کمون. خب و این در حال آماده سازی و تا اینکه تف بخوره بریم با محصولات آگرین در خدمت شما هستیم. این ست زیبای بلور 25 پارچه از تولیدات با کیفیت داخلیه که شامل میوه‌خوری پایدار، شیرینی‌خوری پایدار، آجیل‌خوری پایدار، شکلات‌خوری دردار، 6 عدد پیش دستی، 6 عدد پیاله، 6 عدد فنجان دسته‌دار و 1 عدد قندانه. این ظروف زیبای بلور رنگ و زیبایی خاصی به خونتون میده. کیفیت عالی، قیمت مناسب و طراحی زیبا همگی مشخصات ست 25 پارچه بلور بامتیه. برای خرید ظروف بلور بامتی به صورت نقدی و یا اقساط کافی عدد 1 رو به سامانه 10008687 پیامک کنید و محصول رو هر کجای ایران که هستید در منزل تحویل بگیرید.